تیم منتخب فوتبال تاجیکستان دسته منتخب بنگلادش را با ایسابی کلانی 5-0 شکست داد. بازی شام 12 نوامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور 5000 تماشابین در زیر باران شدید برگزار شد. این نخستین غالبیت منتخب تاجیکستان در دوره دوم بازی‌های انتخابی شام جهانی 2018 در گروه B می باشد. منوچهر جلیلوف حمله‌گر دسته استقلال دوشنبه در این بازی 4 توپ را به دروازه حریف وارد کرد. مؤلف یک گل دیگر بازیگر احتم نظرف شد که توپ را از ضربه جریمه‌ای 11 متره به هدف رساند. 5 بازی در دوره اول بازی‌های انتخابی در گروه B را تاجیکستان به 2 خال به انجام رسانده بود. در گروه B اردن در 5 بازی 13 خال به دست آورده است که در صدر جدول قرار دارد. بعد از آن افسریا 5 بازی 12 خال، قرقیزستان 6 بازی 8 خال، تاجیکستان 6 بازی 5 خال و در جای آخران بنگلادش با 6 بازی 1 خال قرار گرفتند. این آخرین بازی منتخب تاجیکستان در سال روان بود. تاجیکستان 24 مارت سال آینده با استرالیا، 29 مارت با قرقیزستان در دور دوم وارد رقابت می شود.